بسم الله الرحمن الرحیم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. تقدیر حق رقم زد، اعجاز آیه ها را لطف خدا عیان کرد، راز نشانه ها را. نشانه ها. تنوع رنگ در طبیعت نمادی از هنر رنگ یک انعکاس مرئی از نور است که در اثر عبور یا انتشار یا بازتاب پرتوهای نور توسط اشیا به وجود می آید. از دیدگاه علمی ثابت شده که تشکیل همه رنگ‌ها ناشی از تشعشع‌های نور خورشید است و هر شی به میزان شفافیت و خاصیت جذب پرتوهای نور بعضی از آنها را جذب می‌کند و برخی را باز می‌تاباند. در نتیجه آن شی را به رنگ پرتوهای منعکس شده می‌بینیم. از سوی دیگر این پرتوها ترکیب شده و نورهای دیگری را می‌سازند که بر سلولهای مخروطی شکل چشم اثر می‌گذارند و سبب دیده شدن آن نور می‌شوند. وقتی جسمی همه نورها را بازتاباند سفید و زمانی که همه نورها را جذب کند سیاه دیده می‌شود. نور سفید از ترکیب همه امواج نوری تشکیل می‌شود، ولی وقتی آن را با یک منشور به طول موجهای مختلف می‌شکنیم، کوتاه‌ترین موج پس از تجزیه بنفش و امواج بلندتر قرمز می باشد. طول موجهایی که بین این دو مرز قرار می گیرند باعث درک ما نسبت به رنگ‌های آبی، سبز و زرد می شوند. رنگ به ادراک ما از دنیا نه تنها جلوه باشکوهی می بخشد، بلکه آگاهی‌های بیشتری درباره آن در اختیار ما می‌گذارد. اهمیت وجود رنگ‌های گوناگون در طبیعت بسیار بیشتر از آن است که تصورش را می‌کنیم، تا جایی که در آیات نورانی قرآن کریم تنوع رنگ‌ها در کنار خلقت آسمان‌ها و زمین بیان شده است. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. رنگ یک تأثیر فیزیولوژیک بر شبکیه چشم است. گاهی نتیجه وجود ماده رنگی است و گاهی در اثر پرتوب نور رنگی به وجود می آید. جذب نشدن یکی از طول موجهای متفاوت طیف و دفع آن توسط جسم رنگ اشیاء را می سازد. تحریک پذیری سلولهای عصبی چشم نسبت به رنگهای مختلف متفاوت است. چشم دارای قدرت ترکیب کننده رنگ است. گیرنده های چشم به رنگهای قرمز، سبز و آبی حساس ترند. اینها رنگهای اصلی هستند و سایر رنگهای موجود در عالم از ترکیب آنها به وجود می آیند. به عنوان مثال، رنگ زرد ترکیبی از رنگهای قرمز و سبز می باشد و یا رنگ فیروزه‌ای از ترکیب رنگهای سبز و آبی به دست می آید. تفاوت میان میلیون ها رنگی که در اثر ترکیب رنگ‌های اصلی به وجود می آید در تعداد امواج میکروسکوپی نور است که
در هر ثانیه وارد چشم ما می شود. مثلا ما وقتی رنگ بنفش را احساس می کنیم که در هر ثانیه 756 میلیارد موج نوری وارد چشممان شود. و یا زمانی آبی را درک خواهیم کرد که 55,000 موج نوری در 2.5 سانتی متر فضا وجود داشته باشد و این امر یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های عالم آفرینش است. عظمتی که تنها یک خالق قدرتمند و بی همتا میتواند آن را خلق کند. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. زندگی در شرایط مختلف جغرافیایی و آب و هوای متفاوت موجب تغییراتی در رنگ پوست انسان‌ها می شود. این تغییرات با گذشت سالیان متمادی به صورت صفات ژنتیکی نمود پیدا کرده و به عنوان یک مشخصه ثابت در انسان‌ها باقی می‌ماند. چنانکه ساکنین سرزمین‌های گرم و آفتابی در قاره آفریقا معمولاً پوستی تیره دارند و مردمان مناطق معتدل اروپایی پوستی روشن‌تر و انسان‌های سرزمین‌های مدیترانه‌ای پوستی برنزه دارند. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که نژاد سیاه دارای برخی ژن‌هایی هستند که آنها را نسبت به برخی بیماری‌ها مقاوم می‌سازد. به همین دلیل سیاه‌پوستان به برخی بیماری‌ها کمتر مبتلا می‌شوند یا برخی از بیماری‌ها در نژاد سیاه وجود ندارند. مانند بیماری مالاریا، بیماری‌های انگلی و عفونی که در سیاه‌پوست‌ها کمتر از سفیدپوست‌ها شایع است. به علاوه از نظر ژنتیکی سیاه‌پوست‌ها دارای برخی صفات ممتاز جسمی هستند. مثلا دونده‌های کم نظیری هستند. با وجود این بعضی دولت‌ها و جوامع نسبت به قوم سیاه‌پوست تبعیض می‌ورزند. اما پروردگار این امر را موهبتی الهی تلقی کرده و از نشانه‌های شگفت‌انگیز خلقت می‌داند. خداوند متعال در آیات نورانی قرآن کریم تنوع رنگ‌های نژادهای مختلف بشر را حاوی حکمت و نشانه‌هایی برای دانشمندان و محققان که همواره در پی تحقیق و کشف رموز آفرینش هستند معرفی می‌کند. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. تنوع رنگ در میان جانوران بسیار زیاد و حیرت آور است. هر موجودی بنابر اقتضای محل زندگی و نیازهای مختلف خود از جمله به دست آوردن غذا دارای رنگ مخصوص به خود می باشد. به این روش می تواند خود را از گزند شکارچیان حفظ کند و یا اینکه شکار مناسبی برای خود بیابد. در این میان گونه ای از جانوران از جمله آفتاب پرست‌ها هر لحظه به رنگی در می‌آیند و خود را با شرایط و رنگ اطراف هماهنگ می‌کنند. پوست برخی حشرات یا موجودات کوچکی مثل مارمولک سبز دارای خاصیت بازتاب رنگ‌های مختلف در شرایط نوری متفاوت میباشد. به طور کلی هر موجودی دقیقاً همان رنگی را به خود گرفته است که به آن نیاز دارد و این خود از شگفتی‌های عالم آفرینش است.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. رنگ شناسی یکی از راه‌های خداشناسی است. وقتی انسان به رنگ‌های مختلف بیشتر دقت می‌کند، قدرت و عظمت خداوند متعال را بهتر درک می‌کند. اختلاف رنگ‌ها در جهان آفرینش هم نشانه توحید ربوبی است و هم می‌تواند نشانه حکمت الهی باشد. از جمله قرآن کریم در آیه 69 سوره مبارکه نحل قدرت شفادهندگی عسل را رنگارنگ بودن مواد اولیه آن بیان می کند. رنگهای مختلف عسل به رنگهای مختلف گلهایی مربوط است که زنبور از آنها بهره می برد. رنگ گلها از چندین ماده قندی حاصل می شوند و از آنجا که این رنگ با رنگ عسل حاصل از آنها ارتباط مستقیم دارند، پس هر عسل با رنگ مخصوص خود ماده قندی ویژه‌ای دارد و جالب این که امروزه گیاهشناسان نیز خواص درمانی گیاهان را با عناصر قندی موجود در آنها مرتبط می‌دانند. همان عناصر قندی که باعث رنگین شدن گلها می‌گردند. اینکه قرآن پس از اشاره به رنگ‌های گوناگون عسل خاصیت شفابخشی آن را ذکر فرموده، خود نشان می‌دهد که رنگ‌ها در غذا و شفا و درمان نقشی مهم و اساسی دارند. پس در این آیه برای اولین بار در 15 قرن پیش به خواص غذایی و درمانی رنگ‌ها توجه شده است و نشان داده که رنگ‌ها می‌توانند نقش تعیین کننده ای در درمان بیماری‌ها داشته باشند. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. موضوع رنگ‌ها یکی از شگفتی‌های مطرح شده در قرآن میباشد. قرآن کریم علاوه بر به کار بردن واژه‌های کلی مربوط به رنگ‌ها از قبیل لون، الوان و صبغه از برخی رنگ‌ها مانند زرد، سبز، آبی، قرمز، سفید و سیاه نیز به طور ویژه نام برده است. اما قرآن کریم برای اولین بار علاوه بر رنگ‌های محسوس و دیداری یک رنگ معنوی را هم مطرح کرده است که فراتر از همه رنگ‌های مادی است و در واقع رنگ بیرنگی، رنگ خدایی و توحید که بهترین رنگ هاست و این خود از اسرار و شگفتی‌های قرآن کریم است. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قرآن کریم با تعبیری بسیار لطیف، زیبا و کنایی می‌فرماید: تنها رنگ خدایی را بپذیرید که همان رنگ ایمان، توحید خالص و اسلام است. منظور از رنگ خداوند بیرنگی است که رنگ توحید و اخلاص می باشد و همه رنگ‌های نژادی، خرافات، نفاق و شرک در پرتو آن محو می شود.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ربنا ولك الحمد. اگر انسان بخواهد در زندگی رنگی را بپذیرد، بهترین رنگ آن است که ارزان، چشم نواز، با صفا، با دوام و در دسترس باشد، یعنی در هر مکان و زمانی یافت شود. و رنگ خدایی این گونه است، همرنگ با فطرت و منطق است و چشم اولیای خدا را نوازش می دهد و خریدار آن خدا و بهای آن بهشت است. پس از میان رنگ ها رنگ خدایی بهترین و زیباترین رنگ است. البته تا انسان رنگ هوس ها، نژادها و قبیله ها را کنار نگذارد، نمیتواند رنگ وحدت، برادری و تسلیم را بپذیرد و رنگ خدایی پیدا کند. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين